خب تایمینگ EF7 و چند تا نکته مهم که دربارش باید بدونید. بالا که میل سوپاپ هوا و دود اینجا با 2 تا پین قفل میکنی. پایین میلنگش پیستون 1 و 4 میاد بالا، اینجا دنده سر میلنگ با این شاخص روبرو هم میمونن. و تایم میخوایم بگیرین سعی کنید از این پشت حتما فلای ویل رو با سیخ تایم زیر بغل اگزوز این سوراخه فلای ویل رو قفلش میکنیم، میلنگ قفل میشه. این طرف هم که میل سوپاپ قفله، این میشه تایمش. و نکته های مهمش، اول این که صفر کن تایم میخواین صفر کنین حتما رو به پایین صفر کنید، چون اگه برعکس صفر کنین اینو یه مشکلات عجیب غریبی توی این ماشین پیدا میشه. تسمه میندازی بیرون، تسمه قوقو میکنه، صدا میده. و نکته دوم این که این عقربه تایم میخواین صفر کنید میدین رو به پایین یا تا وسط این چاک نگه میداری و صفر کنه تو صفر میکنی، عشق میکنی.